یه خانواده داشتن استخر قدیمیشون رو تمیز می‌کردن. فکر می‌کردن سال‌هاست که خشکه و همون جوری خالی میمونه. اما یهو یه اتفاق عجیب افتاد. استخر یه دفعه شروع کرد از پر شدن با آب سیاه و بدبو. بویی که ازش بلند میشد همه رو شوکه کرد. خانواده هول کردن و سریعاً به یه متخصص علوم غریبه خبر دادن. اونم بدون اینکه هیچ گونه بررسیایی بکنه، ادعا کرد که آب از زیر زمینه و میشه با اضافه کردن یه سری مواد شیمیایی به راحتی ازش استفاده کرد. خانواده هم حرفشو باور کردن، استخر رو کامل پر کردن و دوباره شروع کردن به استفاده ازش. اما چیزی که نمیدونستن این بود که این یه استخر معمولی نیست. همون شب کلی برای استراحت رفت شنا. آروم توی آب شناور بود که یه دفعه یه گربه اومد نزدیک استخر. چند ثانیه به آب خیره شد و بعد یه دفعه با ترس فرار کرد. کلی توجهی نکرد و به شنا کردن ادامه داد. یه لحظه فکر کرد شوهرش پاول رو لب استخر دیده، اما وقتی خوب نگاه کرد کسی اونجا نبود. یه دفعه چراغ‌های استخر شروع کردن به چشمک زدن. کلی ترسید از آب اومد بیرون و همین که پا از آب بیرون گذاشت، چراغ‌ها دوباره عادی شدن. کلی مستقیم رفت توی اتاق و از پاول پرسید تو الان اومدی کنار استخر؟ پاول گیج شد و گفت نه، من تمام مدت توی تخت بودم. صبح روز بعد پاول یه آویز گربه پیدا کرد که کنار استخر افتاده بود، اما هیچ اثری از گربه نبود. همین که برش داشت یه اتفاق عجیب تر افتاد. زخمی که کف دستش بود کاملا خوب شده بود، نه زخمی نه جای زخمی. پاول رفت پیش دکتر. حتی دکتر هم بعد از دیدن آزمایش‌ها حیرت کرده بود و گفت چطوری ممکنه؟ انگار اصلا جراحتی وجود نداشته. در حالی که کلی از خوب شدن پاول خوشحال بود، یه ترس عمیق توی وجودش نشسته بود. آیا این فقط شروع یه چیز بدتر بود؟ روز بعد دخترشون الی داشت توی استخر شنا می‌کرد. مثل همیشه یه دفعه یکی شروع کرد به انداختن سکه توی آب پشت سر هم. فکر کرد شاید خواهرش داره باهاش شوخی میکنه، اما وقتی نگاه کرد کسی نبود. الی تصمیم گرفت مچ اون شوخیه رو بگیره. وانمود کرد که زیر سکوی شیرجه قایم شده. اونجا بود که یه سایه رو لبه استخر دید. چند لحظه بعد صدای آرومه دختر از فاضلاب استخر اومد. الی دزدکی نگاه کرد داخل. دید اسباب بازی قدیمی اش اونجا گیر کرده. دستش رو دراز کرد تا درش بیاره که حس کرد یه دست موی آدمیزاد هم داره باهاش میاد بیرون. الی ترسید و فرار کرد و به مامانش گفت. اما وقتی کسی رو پیدا نکردن، خانواده فکر کردن الی توی شهر جدید احساس تنهایی میکنه. برای همین تصمیم گرفتن یه مهمونی استخر بگیرن تا الی بتونه دوست پیدا کنه. روز مهمونی استخر پر از بچه و همسایه بود، اما الی حاضر نشد بره توی آب. یه دوربین گذاشت تا اگه چیز غیر عادی دید ضبط کنه. در همین حال پاول داشت با بچه‌ها خوش میگذرون که یه دفعه دود سیاه شروع کرد از لوله‌های استخر بیرون اومدن. دود مستقیم رفت توی دهن پاول. چشماش سیاه شدن. یه دفعه یه پسر رو گرفت و شروع کرد به کشوندن توی قسمت عمیق استخر. پسر داشت غرق میشد که درست همون لحظه پدر پسر پرید توی آب و نجاتش داد. الی که نزدیک دوربین ایستاده بود همه چیز رو واضح دید. الی دید پدرش توی استخر افتاده. سری بیرون کشیدنش و جونش رو نجات دادن. خانواده که از کل ماجرا شوکه شده بودن برای همیشه در استخر رو بست.